سلام، من امیرم و اینجا قسمت سوم کنجتاکه. اسم این قسمت اصل لامصب خوشمشرب هاست. تا حالا شده یه آدمی رو ببینید، باش حرف بزنید، وقتی داشتید از پیشش میرفتید اینجوری باشید که چقدر حرف زدم باش حال داد و کاش که دوباره ببینمش، و توی دلتون آهنگ آقای کامیار رو بخونید که میگفت چقدر شیرینی میرینی. آره. منبع اصلی ما واسه این قسمت یه کتابیه به اسم Super Communicators How to Unlock the Secret Language of Connection. نویسندش چارلز دوهیه. مثل همه قسمت های دیگه دوست دارم همین اول کاری جوابو بهتون لو بدم و بگم که خوشمشرب بودن نتیجه فهمیدن مدل گفتگو، ایجاد حس شنیده شدن و همدلیه. و حالا بپریم توی اپیزود. منم میخوام اپیزودو مثل اون مدلی که کتاب باش شروع شده شروع بکنم و داستانی آدمی رو تعریف بکنم به اسم فیلیکس سیگالا. سیگالا کی بود؟ سیگالا یکی از مذاکره کننده های ارشد FBI بود. کارش یه جورایی شبیه این بود که توی جرایم سطح بالا خلافکارا رو قانع کنه آقا بدون اینکه درگیر بشن خودشون رو تسلیم کنن. و اونقدی کارش درست بود که وقتی بازنشسته شد FBI رفت پیشش، گفتش آقا برو پیش یه گروه دانشمند آزمایشت کنن، ما از روی مدل حرف زدنت راهنمای مذاکره سازمانی FBI رو بنویسیم. حالا یکم صحنه رو تند کنیم، بریم جلو. یه سری آدمند، یه سری دانشمندن توی اتاق بروپوش سفید نشستن که سیگالا بیاد پیششون. توی ذهنشون احتمالاً تصور میکردن که الان قراره یه مرد قد بلند با چشای آبی نافذ، موهای بلوند، یه صدای کلفت چطوری جون دلی که وقتی حرف میزنه اینجوری سرت برمیگرده و میگه این آقای کیه اینجا، برسه پیششون دلشونو ببره. ولی متاسفانه برخلاف انتظارشون یه آدم میان سال، یکم توپلی، شکم گرد، یه ذره جلوی موهاش ریخته و حتی ظاهری مقدار از آدم‌های نرمال پایین‌تر میاد تو میگه سلام، من فیلیکس سیگالام، فکر کنم امروز باید بیام پیش شما. آزمایش رو خلاصه با سیگالا شروع میکنن، یه 3 ساعتی باش حرف میزنن ولی هیچی از مدل صحبت کردن آقای سیگالا دستگیر این عزیزان نمیشه. ولی میدیدند که آقا فیلیکس دقیقاً شبیه یک مأمور پلیس معمولیه، ولی یه تفاوتی داره. حرف زدن باش فوق‌العاده راحته. آدم خیلی زود احساس میکنه که من میتونم با حرف بزنم. یکی از خانم‌های دانشمند از فیلیکس میپرسه که آقا ما نفهمیدیم تو چجوری ملت رو قانع میکنی با حرف بزنن. سیگالا ازش سوال میپرسه که آقا صوت چجوری شروع کردی؟ خانم دانشمنده شروع میکنه که آره اینطوری، بعد خیلی ناخودآگاه میاد راجع به حسش نسبت به طلاقی که اخیراً گرفته صحبت میکنه. وقتی میرسه به این بخش فیلیکس نگرش میداره، میگه ببین ما کلاً 2 ساعت همدیگه رو میشناسیم، تو حالا نشستی داری واسه من از یکی از خصوصی ترین حسات حرف میزنی. و همه یه گروه دانشمنده اینجوری بودن که راست میگه. ولی خب واقعا چی فیلیکس رو از آدمای معمولی متفاوت میکرد؟ راز فیلیکس رو بخوایم بگیم این بود که آقا فیلیکس خیلی ساده سوالهای عمیق میپرسید. بعد این سوالا رو که میپرسید حس طرف مقابلش رو با قدرت دنبال میکرد. مثلا اگه طرف رو مقابلش پزشک بود ازش نمیپرسید کدوم بیمارستان کار میکنی، بهش میگفت آقا چیو تو پزشکی بیشتر از همه دوست داری. این سوال خیلی ساده و بی ربط به نظر میرسه، ولی خب جوابش باعث میشه که شما ارزش‌ها، علایق، انگیزه های طرف مقابلت رو ببینی، بشنوی، یادش بگیری. پس سوال پرسیدن واسه خوشمشرب بودن خیلی مهمه. ولی خب فکر نکنید فقط سوال پرسیدنه که مهمه. شما باید خیلی دقیق به طرف مقابلتون گوش بدید، توی زمان مناسب یک چیز واقعی و شخصی مرتبط با خودتون رو به اون آدم بگید. و تمام اینا باعث چی میشه؟ باعث میشه که تبادل اطلاعات تو سطح احساس رخ بده. همین کار باعث چی میشه؟ باعث میشه که گفتگو 2 طرفه باشه، طبیعی باشه، صمیمی باشه. کار دوم مهمی که فیلیکس میکرد چی بود؟ این بود که میومد احساسات طرف مقابلش رو آینه میکرد. یعنی چی؟ یعنی که طرف مقابلش شوخی میکرد این میخندید. اگر موفقیتش میگفت فیلیکس شادیه رو خیلی جدی میگرفت، خودش هم خوشحال میشد. این کاری که میکرد دستکاری روانی نیست واقعا.
فیلیکس واقعا سعی میکرد که ارتباط بگیره و به مغز طرف مقابلش بقبولونه که آقا من دارم بهت گوش میدم، تو داری شنیده میشی. علوم اعصاب میگه که آقا وقتی مغز ما قبول بکنه که توی گفتگوی دو طرفه است، سعی میکنه ریتم نفس کشیدن، تنگی و گشاد شدن مردمک چشم، حتی ضربان قلبمون رو با طرف مقابل هماهنگ بکنه. این واقعا روش آزمایش‌های زیادی انجام شده و این اتفاق میفته. پس ما میتونیم بفهمیم که خوشمشرب بودن خیلی ربطی به کاریزما و قیافه و پرحرف بودن و اینجور چیزا نداره. فقط باید بتونید به طرف مقابلتون این حس و القا بکنید که آقا فضای گفتگو با من راحته، تو میتونی با من حرف بزنی و وقتی حرفتو زدی مطمئن باشی که حست واسه من مهمه. راحت بودن مکالمه باعث میشه که ما شفافیت داشته باشیم. شفافیت باعث ایجاد آسیب پذیری میشه، آسیب پذیری حس اعتماد رو به وجود میاره و اعتماد همون چیزیه که رابطه رو واسه ما ممکن میکنه. پس چرا باید شفاف باشیم؟ چون ما رو واقعی میکنه. وقتی از ترسامون، ضعفامون، اشتباهاتمون، چیزای این شکلی با یه آدمی صحبت میکنیم، این پیامو به طرف مقابل میدیم که آقا من بهت اطمینان دارم. همین باعث میشه که طرف مقابل هم راحت تر به ما اطمینان بکنه. حالا شاید واسهتون سوال پیش بیاد، بگید که آقا همه این حرفا درست، ولی این مال وقتیه که یکی بخواد با من حرف بزنه. آدمو حوصله حرف زدن با منو ندارن. من همینجا بهتون میگم که صبر کنید، اشتباه میکنید. همه آدما تشنه شنیده شدنن. ما اصلا یه سری تحقیق داریم که وقتی آدما حس میکنن یکی داره بهشون گوش میده، یه بخشی از مغز به اسم استریاتوم فعال میشه که این بخش ارتباط خیلی نزدیکی با احساس پاداش و لذت داره. خلاصه بخوام بگم یه چیزی به اسم توجه برای ما جذاب و اعتیاد آوره. آدمایی که واقعاً به شما توجه میکنن، روتون تمرکز میکنن، کامل به حرفاتون گوش میدن، سر تکون میدن، وسط حرفتون نمیپرن، ازتون سوالای پیگیرانه میپرسن، توی سطح عمیقی واسهتون ایجاد حس لذت میکنند. و این سوال پرسیدن قوی ترین روش برای نشون دادن علاقه است. حالا یه ذره برگردیم عقب، راجع به خود گفتگوها صحبت کنیم. گفتگوها به صورت کلی 3 دسته دارن، 3 مدل دارن. اولی مدل گفتگوی عملیه. یعنی چی؟ یعنی آقا ما هدف گفتگومون اینه که یه مسئله‌ای رو حل بکنیم. میخوایم جزئیات رو روشن کنیم، توش به جواب برسیم، در نهایت هم برنامه بریزیم براش. مدل دوم گفتگو احساسیه. بحث سر اینه که آقا من الان چه حسی دارم. اونایی که توی ارتباط هستن اینو خیلی خوب میفهمن، مخصوصا بین میان جنسیتی این خیلی مسئله مهمیه. مثلا پارتنر شما آمده با شما داره صحبت میکنه، بعد شما راه حل بشه راه میدی، اون عصبانی میشه. تو اینجوریه که چرا عصبانی میشی؟ من راه حل دادم. مسئله اینه که اون آدم اصلا دنبال راه حل نبوده. اون آدم خشمگین بوده، ترسیده بوده، ناراحت بوده، دنبال جواب نیست اصلا. دنبال اینه که شنیده بشه، فهمیده بشه. توی این مدل گفتگو همدلی، اعتماد، آسیب پذیری، چیزای این شکلی خیلی اهمیت داره. مدل سوم گفتگو هم گفتگو اجتماعیه. توی این مدل گفتگوه ما میخوایم بفهمیم که چی هستیم، ارزشامون چیه، چیزای این شکلی. وقتی یه نفر داره راجع به خانواده‌اش، فرهنگش، شغلش، دینش، طبقه اجتماعیش، جنسیت، ملیت، تجربه‌های شکل دهنده زندگیش حرف میزنه، وارد گفتگو اجتماعی شده. بیشتر گفتگوهایی که ما معمولاً برقرار میکنیم همین گفتگو اجتماعیه. حالا یه سوالی پیش میاد، آقا من دارم با یه آدم صحبت میکنم، گفتگوم یک قالب داره؟ نه، گفتگوهای ما در از ترکیبی از این 3 قالب با همن. اکثر آدما توی یکی از این مدل گفتگوها مهارت دارن. مثلا آقا یه همکاری دارید که خیلی انسان عملگراییه، یه دوست خیلی همدلی دارید، یه فرد اجتماعی برونگرا، شبکه سازی دورتونه. این آدما معمولاً توی یکی از این مدل از گفتگوها قویان، ولی خوشمشربات به نظر میرسه که بدون تلاش خیلی راحت میتونن جاشون رو عوض کنن بین این گفتگوها. و گفتگوهای ما هم تقریبا میشه گفتش که ترکیبی از این 3 موضوعه. پس دلیلی که خیلی وقتا گفتگوهای ما به نتیجه نمیرسه یا جالب نیستش اینه که ما زمین مشترک با طرف مقابلمون رو پیدا نکردیم. حالا همه اینا رو گفتیم، بیایم یه ذره جمع بندی کنیم. میتونیم بگیم که آقا خوشمشربا 5 ویژگی اصلی دارن.
اولیش اینه که هدف خودشون یا گفتگو رو مشخص میکنن، میفهمن که طرف مقابل چی میخواد، میدونن توی کدوم یکی از این 3 تا زمین گفتگو هستن. دومیش اینه که سوالای عمیق میپرسن، از آسیب پذیر بودن جلوی طرف مقابلشون نمیترسن. به جای اینکه بگن کجا بزرگ شدی، بهت میگن آقا خونه واسه تو چه حسی داشت. این سوالا هم به طرف مقابل فرصت میده که یه بخش واقعی تری از خودشو نشون بده و به خود شخص خوشمشربم این فرصت رو میده که تو خلال صحبتشون چیزای عمیق و احساسی از خودشون روی میز بذارن. سومین ویژگی که دارن چیه؟ آقا خیلی فعالانه گوش میدن. گوش دادنشون هم بهتون اثبات میکنن. فقط ساکت بودن کافی نیستش. شنونده باید نشون بده که فهمیده و این کار رو چجوری انجام بده، با بازتاب دادن، سوال پرسیدن، تایید گرفتن، با زبون بدنش حتی. مورد چهارم چیه؟ مورد چهارم اینه که آقا احساسات شما رو نادیده نمیگیرن خوشمشربا. سعی میکنن حتی نام ببرن اونا رو. وقتی توی گفتگوی خیلی کاملا منطقی اصلا ما هستیم، باز هم نادیده گرفتن احساسات ممکنه گند بزنه به کل روند مکالمه ما. و در نهایت هم به هویت طرف مقابلشون و زمینه اجتماعیش توجه میکنن. آدما معمولا با یه کلاه وارد گفتگو نمیشن. مثلا آدمی که شما دارید باهاش صحبت میکنید ممکنه مادر باشه، کارمند باشه، دوست باشه، چیزای دیگه باشه. خوشمشربا فقط لیبل آدما رو نمیبینن، سعی میکنن به صورت خیلی لایه‌ای با اون آدما صحبت بکنن. مثلا من خیلی دوست پزشک دارم، همشون واقعا مینالن از این موضوع. من وقتی میخوام چیزی شروع بکنم، کل کانورسیشن و گفتگو حول پزشک بودن منه. این تمام هویت من نیست. حالا بیایم راجع به بزرگترین خطاهایی که میتونیم راجع به چیز بکنیم، میتونیم راجع به گفتگو انجام بدیم حرف بزنیم. اولیش اینه که خب نوع گفتگو رو تشخیص ندیم. وقتی طرف مقابلمون دنبال همدردیه، بهش راه حل منطقی بدیم. دومیش اینه که گفتگو رو بکشیم به سمت خودمون. درسته گفتیم آقا تبادل اطلاعات باید تو سطح احساس رخ بده، ولی اگه ما هر موضوعی رو یه پل بکنیم که عرضم به خدمتتون گفتگو رو ببریم به اینکه تجربه شخصی از خودمون بگیم، طرف مقابل ما احساس میکنه که شنیده نشده. سومیش اینه که احساسات طرف مقابلمون رو نادیده بگیریم و از جمله‌هایی مثل منطقی باش و از این چیزا استفاده بکنیم. این خیلی بده. واقعا طرف مقابل این شکلیه که این آدم اصلا گوش نمیده. و بزرگترین عامل خراب کردن گفتگو از نظر من اینه که تو فضای آنلاین حرف بزنیم. نشونه‌های غیر کلامی مثل لحن، نگاه، مکس، حالت چهره، چیزا این شکلی توی گفتگو آنلاین در نمیان و امکان سوء تفاهم میلیون برابر زیاد میشه. ولی با تمام این داستان‌ها خیلی خودتون اذیت نکنید. معمولا آدما بعد از هر گفتگو این شکلی هن که چرا انقدر بد حرف زدم، چرا گند زدم. تحقیقات نشون میده که واقعا این شکلی نیستش. ما به اون بدی که فکر میکنیم توی حرف زدن نیستیم. تمرکز خود ما بعد از حرف زدن میره روی کلمات، که وای فلان چیزو گفتم، وای اینطوری شد اونطوری شد. ولی در اصل طرف مقابل ما بعد از گفتگو اصلا خیلی چیز زیادی از کلماتی که گفتیم یادش نمیمونه. بیشتر حس و حال گفتگو رو به خاطرش میسپاره. خیلی ساده بخوام بگم، ارتباطات، گفتگوهای ناجالب دلیلش کمبود کاریزما، نمیدونم، خوش سر و زبون بودن و اینجور چیزا نیستش. مشکل اصلی ناهماهنگیه. ناهماهنگی توی هدف، نوع، احساسات و نشونهایی که دو طرف میفرستن. پس میتونیم نتیجه بگیریم که با تمرین میتونید تمرین رو درست بکنید. خیلی لازم نیستش که یک گل خیلی خاصی رو از همون اول داشته باشید و با تمرین هممون میتونیم تبدیل بشیم به آدمای دوست داشتنی تر. در نهایت من باهاتون خداحافظی میکنم و اپیزودو با چند بیت از سعدی به پایان میرسونم. آقای سعدی میگه که یارا بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. هر دم که در حضور عزیزی برآوری، دریاب که از حیات جهان حاصل آن دم است.
ممسک برای مال همه سال تنگ دل، سعدی به روی دوست همه روز خرم است.